حرف بزنم مثل آقای راجر واترز که میلیاردی پول داره و 20 نفرم به من نگاه بکنن، یعنی 20 که میگم منظور تعداد زیادتری به من نگاه بکنن، اینترنشنال به من نگاه بکنن، اون موقع من تاثیرگذاری میتونم داشته باشم. تاثیرگذاری نهایی اینه. برای من مسئله اینه که من دولت حماس سیستم اونجا رو به نقطه‌ای بکشونم که به من مجبور بشن اجازه بدن تو غزه برنامه بذارم. میذارن؟ نه. حتی به من اجازه نمیدادن که من وارد مسجد الاقصی بشم. البته به من که به هر کسی که معتقد نباشه. قسمت یهودی رفتیم، کلیساها رو دیدیم، فلان دیدیم، قسمت مسلمان‌ها اومدیم رو استوب دادن. باید شهادت بگیم. مورد داشتیم مردی شهادتین داده، مخصوصا ایرانی‌ها، رفته تو اشتباه گفته زدن با لغت انداختنش بیرون. لگن. حالا بحث من این یه مقدار زمان بدیم، بذاریم داستان پیش بره. من اینو چند بار مستقیم غیر مستقیم به خیلی از همین بچه‌هام گفته بودن، از بین همین افرادی که الان داره فحاشی میکنه به کی سوگند بخورم، با ایمیل‌ها همه هست. 2 سال پیش بود کی به حمله آخرین بار به غزه شاید کوتاه کن، ما وقتمون تموم شده. مرسی. من همین رو اشاره بکنم به همین یکی از همین